یک چند سوالی هست که همیشه او سوالا را مادرها میپرسن. بچم یگان چی خورده؟ بچم خنک نخوری؟ بچم لباس غوث پوش؟ بچم خط احتیاط که. در کدام سن سال نباشیم این سوالا را فقط یک نفر مادر میتیه. مادم همین سوالا زیاد میشین. من بسیار غضبناک میشیدم. میگفتم ای اچه اگر گشنم موندم اوقات میخورم، اگر خنک خوردم کورتکای غوث میپوشم. چرا این سوالا را زیاد میتی؟ اچه میگفت بچم بچه دار کشیدی از حال دیلم بعد به خبر میشه. خیال میکردیم که یک مدت کوتاه است، اما رفتیم 2 سال در دولت‌های عربی همین سوال ها بودن. آمدیم 2 سال دیگه در روسیه همین سوال ها بودن. حتی زن گرفتیم همین سوال ها بودن. و منم همیشه غضبناک میشیدم که چرا این سوالا را میتیه. و واقعا وقتی که فرزند دار شدیم، بچه دار شدیم، بعد فهمیدیم که این سوالا چی معنی دارن. واقعا در روی دنیا یگانه نفر هسته که همیشه این سوالا را واقعا از صدق دل دت میکنه، این مادره. یگان نفر دیگه این سوالا را بت نمیکنه. حتی پدرت این سوالا را بت نمیکنه، حتی خواهرت این سوالا را بت نمیکنه، حتی فرزندت این سوالا را بت نمیکنه. یگانه نفری که این سوالا را میکنه فقط مادره. یک دوست دیگه با ما گفت که خشتمان با ما گفت من ترا هیچی نمیگم، خدا دختر دارد کنه بعد از حال دیلم خبر دارد کنه. واقعا وقتی انسان بچه دار میشه و دختر دار میشه و یک سوال های در ذهنت میاد که حالی و کودکن، 1 ساله 1.5 سالن یا 2 سالن، تو اوجه فکری زن دادن، شوهر دادن، فکری سلامتی، فکری آینده وارا میکنی. بعد میستی فکر میکنی که واقعا این مادر رو درست میگفته بودستن. تا بچه دار نشه، تا دختر دار نشه، این مشکل ها رو، این درد ها رو نمیفهمی. نفر نزد پیغمبر علیه السلام آمد، گفت ای پیغمبر بالاترین حق نزد من کی داره؟ گفت مادرت. گفت باز کی؟ گفت مادرت. باز کی؟ گفت مادرت. یعنی 3 بار تکرار کرد، 3 بار پیغمبر گفت مادرت، بعد گفت پدرت و دیگر نفرها. برادرای عزیز، خواستن نفرایی که در روسیه هستین، اگر این سوالا رو از مادرتون شنیدین هیچ وقت غضبی نشین، فقط جواب خوب بتین. خطاگی ما کردیم شما نکنین. با خدا قسم روز و ساعتش میشوه دیگه در این سخنها زور میشین، دیر میشوه. خداوند همه را توفیق بده.